ابله با کجا کو با این طرف کو چی با اینجا چی نقشه داره نه ابله چگونه عمل تروریستی رو براش نگرفته این کیست بگو کیستیم گبزن رئیس نویا خست کردنی هستی نمیدونم دیگر هیچ چیز رو نمیدونم آنهایی که با ما لازمند اینجا نیستن آری نمیدانست است تو گبزن ابله در کجا چی تحریک نمیکند گبزن مراسم افتتاح همانجا رفتیم آری معلوم بود تشکر اکرم خیلیت شما ها با میدان برگشتید من با عکای صالح هم با ما جای برگزاری مراسم را گبزن با سردار گبزن زود به نزد ما بیا میرویم اکا چرا؟ آنها را همانجا بازداشت نکردم شما خواطر نشوید اکا جان سری وقت میرسید خب خدا را شکر که شما آن شخص را میشناسید اکا ولی آن پلید ناشناس را از بین مردم چطور میابید زودتر با بیرون روید زودتر مایلش من کاری نمیکنم حرکت نکن که رو نیز میپرونم عذر که از دستم یگان کار نامد ای به هر دویمان با سراسیمگی راه دادیم با ما درس شد راست گفته بس کنید سرسد خانی را زودتر با بیرون روید زودتر برو میمانم این دو پلیس حال ما رو بد کرد ای برادر تو چی ها میگویی؟ اگر این کار رو نکنیم گروهی ما را در بین 2 روز میکشند چی کار کنم آخه؟ گبزن تو فرمانده من میکنم آن 2 پلیس را سو استفاده کنید مرا خوب گوش کنید به حشمت زنگ زنید به او گویید که خوب مایلش میگویم عارف آن نابکار را تنها من میشناسم میدانم اکا از بچه های خودمون راهی گریز ندارد ولی آنجا کشاده شوی آدم بسیار می شود فهمیدم اکا یعنی گفتنی هست که به هر حال رفتنی ما هم شرط است میرفت است با کجا میروی کنی گبزن؟ تو را نمیدانم اما من به مراسم کشاده شوی میروم ای نابکار چی کار میکنی؟ آنها باید جان سپارند باید تیر پرانی شود نخود جان اینقدر بیقدر باشد امانت خداوند است آخر
نخوان آن رو در این کارهای پلید و رسوا فدا کنید. اکا جان، اینها گبرا نمیفهمند. بهتر نیکی به خوبی سلاحش را گذارد. آدم شود، مرد شود. آخر اینقدر خونریزی می شود. اکا خونریزی نمی شود. آخر انسان همین خیر است. در هر مکان و زمان آدمی نیک هم است و آدمی قاتل هم است. وای به حال اینها. صد افسوس که همیشه از پی قاتلان میروند. نقشه سوی قصد را بر ضد رئیس شهر آماده کرده‌اند. باید سد راه آنها را گیر مارید. اکا آیا چهره شخص خاطر را در خاطر داری؟ باور کن. شاید عکس خود را فراموش سازم، اما یک خطی روی آن پلید را هرگز. اکا قربانت باشم.